خب مرحمت عکس نوبتی رو میبینیم. کمی مشکل است. چی حاصل میشود؟ ورزش، چون که اینش ورزش عقلی و اینش جسمانی. باز چه؟ انیق‌تر دقیق‌تر. باز چیزی دیگه هست. غالبیت. غالبیت. ورزش باز چی؟ غالبیت ورزش باز چی؟ نیرو. نیرو. باز چی؟ دو قوه بزرگ. دو قوه بزرگ. شاید. چی است؟ این دو قوه بزرگ. خب. نیرو. همه مفکوره. ورزش. قوه باز چی؟ غالبیت. باز چی؟ خب اگر گویم که شما هم حتی نزدیک هستید اما جوابی درست دیگر شما فکر کنید این جواب همه شما نزدیک هستید اما جواب دیگر است. پیروزی. شما خیلی نزدیک هستید. پیروزی و غالبیت هر دو به فکرم سینونیم هستند. خب باز چی؟ موفقیت گویید. غالبیت. این هم سینونیم هست. دیگر چیز را فکر کنید. موفقیت، پیروزی، غالبیت این چیزها پیوندی نزدیکی دارن، خویش و تباری دارن. خاله بچه هستن. برای همین نزدیک هستید اما چیز دیگر هست. فکر کنید. نمودهای ورزش. نمود؟ یا اخی شاهمات و ورزش نفری که شتانگ دارد وزن رو. ورزش. منطق اگر شما منطقا فکر کنید حتما در میاد. زیرا که اینجا تماما چیزی دیگر هست. تماما چیزی دیگر هست. بله اینجا قوه هست اما چیزی دیگر. رقابت شاید. همین دو اسب. رقابت نیست. باز چی؟ رقابت نیست. اینجا رقابت نیست. گویم که دو اسب رقابت کرده سال اما این نفر با خودش رقابت نمیکند. خب هر دو همین رو پیوست کنید شما چی حاصل میشه؟ امید. امید؟ عجیب. باز چی؟ نه اینجا غلبه هم نیست امید جان هم نیستیم. دیگر چیز هست. خب فکر کنید. شاید قوه رو با چی پیوستن ممکن است؟ خیلی من به شما کمک کردم. فکر. قوه و قوه چی؟ قوه عقلی، قوه جسمانی. قوه عقل. قوه جسمانی. باز چی؟ قوه چی باز؟ قوه عقلی. قوه چی است؟ نیروی. قوه عقل. نزدیک هستید اما دیگر چیز است. قوه چی است اینجا؟ رسم رو بینید خودش من گفته ایستاده است آخر. خب وزن برداری می. قوه جسمانی. قوه جسمانی نیست. خب شما باز آخر من گفتن نمیتوانم با پورگی خیلی نزدیک کردم. من به شما خیلی کمک کردم. اینجا بله قوه است. قوه چی است؟ یک کلمه است. همون کلمه رو برای من گویید. یک کلمه خیلی کوتاه است. عکس رو بینید خودش گفته ایستاده است که من گفته ایستاده است. عکس رو بینید. سخت توجه کنید. چی است؟ قوه چی است؟ خب بینندگان عزیز شما نیز توجه کنید و حتما که دریابید که این قوه چی است؟ این قوه انسان. این قوه چی است؟ قوه انسان نیست. زیرا که اینجا انسان نیست. انسان است. من حاصل بله. قوه چی است؟ من به فکرم به خیال احساس رفتم. قوه دست. قوه دست نیست. چی است؟ قوه رو همتون گفتید اما قوه چی است اینجا؟ آخر منطقاً فکر کنید در عکس شما چی رو دیده ایستاده؟ در عکس اوکی جوانی که در عکس اولش ورزش رو دیده ایستادیم. دومیش این نیروشان رو دیده ایستادیم. خب بیاید خیلی میکنیم. اینجا قوه است. قوه چی است شما؟ قوه چی است؟ ورزش. قوه چیست؟ عقلی. قوه عقلی. قوه چیست؟ قوه هم عقلی هم ورزشی. قوه جسمی روحی. قوه اسب است اینجا. موتور ماشین رو با چی چین میکنن؟ با قوه اسب چین میکنن. قوه اسب. اینجا قوه هست و اسب هست. قوه اسب است این جوابی درسته. موتور ماشین است جوابش. یعنی که بیشتری موتورها رو با قوه اسب چین میکنن. شما میدونید اینجا قوه اسب است. قوه اسب و اسب است. بله. من گفتم که در عکس جواب هست. من گفتم قوه چی؟ قوه انسان نه، قوه اسب هست. خب شما خود نگرفتید متاسفانه. ما میگذاریم به قسمت دیگر.